سلام خدمت دنبال کنندگان ویزا ویژن، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز در خدمت یکی از دانشجویان دانشگاه ماستریخت هستیم در شهر ماستریخت. خواستیم یه گپی بزنیم در رابطه با تقریبا یک سال و نیم سابقه حضور ایشون در دانشگاه ماستریخت و شهر ماستریخت. سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. مرسی از اینکه وقت گذاشتید و توی این پادکست ما رو همراهی میکنید. خواهش میکنم. زنده باشید. خواستم یه خلاصه ای از رزومه شما بدونیم که چه شرایطی داشتید، شاید سنیتون، آیلتستون، کی تشریف آوردید هلند و تو چه رشته‌ای؟ بله، من 35 سالم الان، پارسال که اومدم 34 سالم بود. لیسانس صنایع غذایی داشتم ایران و ارشد صنایع غذایی شاخه شیمی مواد. آیلتس هم 6.5 بود. البته من آیلتس هم 5-6 سال پیش گرفتم. اول اقدام کردم برای دانشگاهی توی بلژیک، 6 سال پیش پذیرش گرفتم، قبول برم اونجا. حالا برام به دلایلی نرفتم. بعد دیگه مصادف شد که با مادر شدنم و اینا، بعد اومدم دانشگاه ماستریخت با آیلتس 6.5 اینجا قبول شدم برای دوره ارشد. منتها چون رشته من هلس فود اینویشن منیجمنت و ما هلس داشتیم و من اصلا توی ارشد کارشناسی رو نداشتم، یه دوره یه ساله پریمستر به من دادن که من توی این یه سال 90% درسایی که پاس کردم فیزیولوژی بود که مربوط به هلس میشد و من اینا رو نداشتم اصلا قبلش توی رشته دیگه. و امسال شروع کردم رشته اصلی که همون هلس فود اینویشن منیجمنت باشه رو تحصیل. چه جالب که دانشگاه ماستریخت با یک دوره پریمستر یک ساله امکان ورود به دانشجوها میده با حتی بک‌گراند تحصیلی غیر مرتبط بتونن بیان درس بخونن و هزینه‌اش هم تقریبا فکر کنم کمتر از 5000 یورو. بله، تو پریمسترش حداقل برای رشته ما اینجوری بود که مثل دانشجوهای EU، یعنی مثل شما دانشجوهای اتحادیه اروپا پرداخت می‌کنی. شهریه 2500 تا بود، برخلاف ارشدش که خب هزینه دانشگاه بسته به رشته فرق داره. خیلی فرق می‌کنه. منتها یه چیزی که داره اینه که شما حداقل باید CYD رو پاس کنی که شما بتونی ویزاتو تمدید کنی برای سال بعد. و پریمستر یه حالا خوبی که داره اینه که شما میای هزینه خیلی کمتره، با محیط آشنا میشی، خیلی چیزایی که قبل که به این دانشگاه فشاری که روتون هست کمتر میشه. مثلا یه سال وقت دارین زبانتون بهتر بشه، محیط آکادمیک رو بشناسین، درس‌ها رو براتون آشنا میشه. بعد ماستریخت چون یه سیستم پرابلم بیس لرنینگ داریم، PBL بهش میگن، یه خورده حتی برای بچهای هلندی داچ‌هایی هم که میرن دانشگاه دیگه یه خورده این سخته، چون اصلا هیچ جای دیگه این دانشگاه، یعنی هیچ دانشگاه دیگه تو هلند این سیستمو نداره. با این سیستم آشنا میشیم و آره ورود به ارشد رو خیلی راحت می‌کنه. ولی وقتی برای تمدید دوبارهش نداره، یعنی شما نمیتونید پریمستر رو تمدید. بله، و تو همون سال اولش واحدهای مربوطه رو باید پاس کنید. و این نکته جالب که تمکن مالی رو هم باید بریزید به حساب دانشگاه، وارد هلند بشید بهتون برمیگرده. بله، من بلافاصله که اومدم اینجا، یعنی کارت بانکیمو که گرفتم به دانشگاه میل زدم، در عرض 2 روز کل تمکن مالیمو برگردوندم به حسابم. سال 2024 سپتامبر 2024 وارد شدید. بسیار. این یک سال پریمستر چطور گذشت؟ حالا خیلی خلاصه بخواید بگید چه واحدهایی گذروندید اصلا؟ چون قبلش که صحبت می‌کردیم فهمیدید که خیلی به هر حال با توجه به اینکه یه اختلاف زمانی بود به درس قبلیتون با یه زبان دیگه، به هر حال برای هممون سخته که میایم اینجا درس بخونیم. این یه سال چجوری گذشت؟ یه سال سخته بود، خیلی سال سخته صادقانه بخوام بگم. البته برای من که مادر بودم با بچه و اینا خب شرایط سخت‌تر میشه، کلا پیدا کردن خونه و اینا. اصلا من وارد بحث‌های دیگه نشدم، فقط بحث‌های دانشگاهی. من ارشدمو 10 سال پیش گرفتم ایران، از دانشگاه خوبی هم بود، دانشجوی خوبی هم بودم به نسبت، ولی اینجا کلا خوندن به انگلیسی و این حجم درس خیلی سخته، خیلی زیاد. حداقل در رابطه با رشته ما اینجوریه که ما خیلی باید مقاله می‌خوندیم، خیلی باید کتاب گایتون رو می‌خوندیم برای فیزیولوژی که بچهای پزشکی ایران میخونن این کتاب رو، و خیلی محیط دانشگاه دوستانه است، استادا خیلی شرایط رو درک میکنن، خیلی خوبن، ولی کاری برای شما نمیکنن. شما نتونید درس رو پاس کنید، درس رو پاس نکردید، نه استاد نه کسی دیگه کاری نمیتونه بکنه. ماستریخت مثل خیلی از دانشگاه دیگه نیست، شما فقط یه بار امتحان ریست رو میتونید بدین. اگه شما درسی رو پاس نکردید، زیر 5.5 بگیرید اون درس رو، یه بار دیگه یه تایمی بهتون میدن، حالا تو پیریدهای بعدی دانشگاه که بتونید پاس کنید. پاس نکردی و این یکم فشار رو میبره بالا، چون ویزای ما وابسته به تعداد واحدایی که ما پاس میکنیم. یعنی شما کمتر از 30 واحد در سال پاس کنید ویزا به مشکل میخوره. ولی امسال که سال دوم و درسام خیلی بیشتره، خیلی آرومترم، خیلی راحت‌ترم و خیلی بهترم. یعنی اون یه سال به خاطر دانشگاه نیست، بخشی زیادش به اینکه به انگلیسی درس بخونی، یه رشته غیر مرتبط بخوای بخونی
بیسشو نداری کارو سخت میکنه. ولی با تلاش میشه. برای من که با یه بچه اومدم خیلی سخت بوده ولی میشه خیلی هم خوب میشه. یعنی شما وقتی بعد یه سال من خودم برمیگردم به سال قبل، چون شما فقط درس نیست، هر درسی پروژه داره. شما باید مثلا برای رشته ما چون مربوط به فود میشه، ما باید مثلا یه غذایی رو برای بیماری خاصی پوستر درست میکنم. من وقتی تو زندگیم پوستر درست نکردم و پوستر آکادمیک درست کردم، استاد چیزی نیست که به شما بگه دور انجام میده، میگه شما فقط باید این چیزا رو تو پوستر داشته باشی. شما یاد بگیری، بری سرچ کنی کلی که من باید چجوری یه پوستر آکادمیک درست کنم، چجوری یه پاورپوینت آکادمیک درست کنم. همینا سختی است ولی میشه، اصلا نشدنی نیست. کل دورتون هم فهمیدید از سپتامبر بود تا می؟ بله، دوره پریمستر اینجوری بود. ما ماستری کلا 6 تا پیریود داره، دوره‌هاش اینجوری که هر 2 ماه هست، تقریبا بین 6 تا 8 هفته است دوره‌ها. برخلاف دانشگاه دیگه اصلا سمستری نیست، یعنی شما 2 تا سمستر داشته باشید. و برای ما پارسال 5 تا پیریود بود که می تموم شد. بچه‌هایی که ارشد میخونن یا کارشناسی میخونن که 6 تا پیریود دارن، 2 ماه بعد می هم کلاس دارن، 1 ماه و نیم تا 2 ماه. الان چقدر فرصت خوبیه برای بچه‌ای که مرتبط به حوزه رشته شما هستن توی ایران درس خوندن، حالا میخوان دانشگاه ریسرچ بیسی مثل ماستریخت که میشه گفت شاید 2 تا 3 تا مثل همچین دانشگاهی باشه، ببین مثلا تورنتو نهایت باشه که ریسرچ بیس باشه به این وسعت باشه، یا فرای یونیورسیتی. یه سوالی که ازتون داشتم اینه که دانشگاه دیگه هلند هم میشناختید یا فقط ماستریخت رو همون اول میشناختید؟ نه، رشته ما، این رشته که من میخونم یعنی هلت فود اینویشن منیجمنت، چون من خیلی دوست دارم که ایرانیای دیگه بیان و ما بتونیم بعداً روی این قضیه تو ایران کار کنیم. به خاطر اینکه ایران خیلی سورس‌های خوب غذایی زیادی داره و بیماری هم خیلی متأسفانه بالاست، پس میشه مانور داد. یعنی برای من آینده رو اینجوری می‌بینم که 10 سال بعد 8 سال بعد برگردم و یه کاری برای ایران بکنم در نهایت. اینجوری که این رشته رو تو کل دنیا فقط ماستریخت داره. یعنی هیچ دانشگاه دیگه شما تو آمریکا هم نمیتونید پیدا کنی، هیچ دانشگاه دیگه نداره و این یونیک بودنش برای من خیلی ارزشمند بود و برای همینه که سخت میشه. یعنی شما هم اصلا به رشته بخوای فکر کنی، هلس داره، شما باید هلس رو بدونی، فیزیولوژی بدن بدونی، باید فود رو بدونی، ساختار چه شیمیایی این چه اینقدر مواد غذایی چه ارزشی داره، چجوری ترکیب بشن با هم، و حالا هزار تا چیز دیگه. منیجمنت داره، یعنی که شما باید مدیریت هم بدونی، بعد اینویشن داره، یعنی در نهایت شما باید لا هم بدونی، قانون بدونی، اینویشن بدونی. شما در نهایت این رشته اینجوری که مثلا یک گروه خاصی رو در نظر میگیری، بیماران دیابتی، بعد میاد برای این بیماران دیابتی شما یه غذایی تولید میکنی که دیابتشون رو نبره بالا و برای اینا مفید باشه. مثلا کسایی که تو پینوموزا هستن، مثلا دوران یائسگیشون هستن، کلسیم بدنشون میاد پایین و پوکی استخوان میگیرن، من چه غذایی درست کنم، چه ساپلیمنتی درست کنم که برای این باشه. و این باید اینویشن باشه، یعنی قبلا اختراع نشده باشه. و شرط اینویشن بودن اینه که شما باید لا بدونی، یعنی یه سری قوانین خاصی داره و ما در آینده قوانین هلند رو هم خواهیم خوند که چجوری یک غذا رو به عنوان یک اختراع میدونه، آره، و باید ثبت بشه. آره، چه جالب. بعد داشتیم صحبت می‌کردیم، خیلی صحبت‌ها گفتید که الان دارید انترپرنورشیپ هم می‌خونید. بله، انترپرنورشیپ. این چیه اصلا این انترپرنورشیپ یعنی کارآفرینیه. ما یه درسی داریم، این ترم اولی که شروع شد 26 واحد به ما درس دادن که 2 تا پیریود رو میگیره، یعنی این پیریود و پیریود بعدی 13 واحد انترپرنورشیپ و جزء سخت‌ترین واحد درسی ماست. راجع به اینه که چجوری کارآفرین باشیم، چون اصل کار رشته ما اینه که شما فقط به صورت تئوری و دانشگاهی درس رو نخونید. مشکلات می‌بینی، شما مثلا می‌بینی که اوبیسیتی یا چاقی تو دنیا داره خیلی زیاد میشه و جزو مشکلات بزرگ آینده است. حالا همه ما نظر آکادمیک ممکنه سرچ کنیم 1000 تا مقاله بیاد که عواملش چیه، مثلا بچه‌ها پشت کامپیوتر زیاد میشینن، ما فست فود الان زیاد می‌خوریم، ورزش نمی‌کنیم، تغذیه ناسالمی داریم و 1000 تا چیز دیگه. حالا خب چیکار کنیم برای اینکه ما اینو نداشته باشیم؟ صرف دونستن مهم نیست. می‌دونید چی میگم؟ این باید کاربردی بشه و برای اینکه کاربردی بشه ما کارآفرینی داریم. من به عنوان کسی که تو این رشته دارم درس می‌خونم و باید غذای اختراع کنم، نباید در سطح دانشگاهی و تحت مقاله فقط این کارو بکنم، باید بتونم اینو بیارم تو بازار، باید یه کاری بکنم که یک محصول بشه بره توی کارخونه و در نهایت بیاد توی فروشگاه و مردم بخرنش و استفاده کنن. و برای همین یک کورس سخت و بسیار جذاب انترپرنورشیپ رو داریم که برای من خیلی خیلی جذابه، یعنی واقعا عمیقا خیلی کار زیاده. در طول هفته باید حداقل 6 تا مقاله بخونیم براش، جدا از کورسی که خود استاد میذاره، ولی خیلی جذابه. اصلا کورسی که ما داریم، اصلا کیسایی که بررسی می‌کنیم برای این کورس، این کیسای دانشگاه هاروارده. بله. چه جالب. این سطح زبانه چقدر مهمه؟ خیلی مهمه.
میتونی چیزی که تو اینستاگرام اومده دیدیم میگه فکر می‌کنم آیلتس هم هفته مثلا من میرم اونجا مثلا یه هلو نمیتونم بگم. اولا یه چیزی که هست اینه که من نمیگم من سطح زبانی من یا من متأسفانه ایرانی دیگه نبود تو دانشکده ما که من ببینم سطح زبانی ما بعد نیست. من مثلا امسال میبینم که بچه‌ای که از یونان و اینا اومدن همینجوریان. هلندی ها کلا یک لهجه خاصی دارن. ماستریخت تو لیمبرخیا باز یک لهجه متفاوتی دارن. وقتی میان انگلیسی صحبت کنن انگلیسی رو به لهجه هلندی صحبت میکنن. این یه خورده کارو سخت میکنه برای ما که همیشه با یه اکسنت با یه حالت خاصی مثلا ما بیشتر امریکن تو ایران کار میکنن دیگه اینجوری دیدیم آمریکایی دیدیم لهجه رو میای اینجا اینا که ترکیب میشه و خب شما فکر کنید که آکادمیک محیط سلام و احوالپرسی نمیکنه شما داره به یه درسی رو به شما میده که راجع به فیزیولوژی مثلا شما تا الان نخوندید باید مثلا داره راجع به رگ فلان میگه که میره توی قلب اینجوری میاد اونجوری میشه اینو داره این خورده کارو سخت میکنه. ولی شما که سورسا رو که میخونی مقالات رو که میخونید که مثلا خودتون اگه وقت بذارین اصلا نشد نداره. این همه دانشجو که اومده شده داره میخونه قبل ما اومدن بعد ما میان و این همه ایرانی که سراسر جهانه. ولی خب زبان هر یه لغتی که بیشتر بدونین هر یه گرامری که بیشتر بدونین خیلی بیشتر کمکتون میکنه. چون جدا وقتایی شما میفهمی زبانو یا درس رو میفهمی خب حالا ببین اینو بنویسی به امتحان پس بدی باید بتونی که اون چیزی که تو مغزت رو بنویسی. اگه نتونی بنویسی هر چقدر دانشت خوب باشه نمرت میاد پایین. برای اینه که شما باید خیلی بدونی و بدونی که چجوری از اون چیزایی که میدونی استفاده کنی. آره اتفاقا می‌خواستم به اینم برسم که تو ریسرچ بیسا تو دانشگاه تحقیقاتی آدم باید وقت واسه درس خوندن بذاره. یعنی فرصت چون یه جای از صحبتامون شما گفتید حتی نرسیدید تو این یه سال یه شهری مثلا آمستردام برید اینقدر که حالا درگیر پروژه‌ها و کارهای درسیتون بودید. آدم توی دانشگاه ریسرچ بیس کل فول تایم درگیر درس دیگه حتی واسه کار کردن هم وقت نداره. من این ترم 2 تا درس دارم همونطور که اول گفتم. استادا انتظار دارن که حداقل 20 ساعت برای هر درسی جدا از دانشگاه وقت بذاریم. من 3 تا 4 روز گاهن در هفته دانشگاه دارم بستگی به هفته فرق میکنه ولی 2 روز فیکس دارم 100%. 3 روز میشه 80%. 4 روز میشه مثلا 30% واقعا 4 روز. شما فکر کن 4 روز میرین دانشگاه مثلا حداقل روزی 5 تا 6 ساعت دانشگاه صبح پاشین بریم بیاین یعنی یه صبح تا بعد از ظهر درگیریم. شنبه و یک شنبه شما تعطیله. شما اگه بخواید برای هر درس که 20 ساعت استاد گفتن 40 ساعت وقت بذاری 40 ساعت تو 2 روز نمیشه. یعنی 2 روز شما اگه 15 ساعت هم درس بخونی میشه 30 ساعت که عملا کسی 15 ساعت نمیتونه درس بخونه. پس شما باید در طول ترم درس بخونی خیلی. من به شما اول گفتم من این ترم برای 2 تا درسم هر هفته باید حداقل 16 تا مقاله بخونم. 10 تا مقاله برای یه درس بین 8 تا 10 تا مقاله 4 تا 6 تا مقاله برای یه درس دیگه جدا از لکچرهایی که استادا یعنی مثلا استاد میاد درس میده به شما و اون پاورپوینت رو آپلود میکنه و شما باید اونم بخونید. ولی میدونین چه جوریه لذت بخشه یاد میگیرین دیگه وقتی بخونین. برای من اینجوریه حداقل. اون سبکه باید آکادمیک باشه. آره سبک کلا همه چی آکادمیکه. اینجا خیلی خوبن خیلی مهربونن همه چی خیلی خوبه. کسی با شما به شما درس هم نخونید تو کلاس یک کلمه هم حرف نداری کسی با شما کاری نداره. در نهایت درس رو پاس نمیتونی بکنی حداقل با نمره خوب. چون در نهایت من فکر می‌کنم ما ایرانی‌ها که مهاجرت می‌کنیم نمی‌خوایم فقط درس بخونیم اینجا و برگردیم. می‌خوایم حداقل یه پاسی بگیریم و پس باید حداقل 2 سال یا 3 سال بعدش کار کنیم اینجا و تکس بدیم. و من اینجوری فکر می‌کنم که اگه من 3 سال دیگه 2 سال دیگه که درسم تموم شه وارد بازار کار بشم با یه هلندی که همزمان با من برای اون پوزیشن اقدام میکنه با یه توافقی داشته باشن دیگه چرا باید منو بگیرن. خب یه هلندی میگیرن که زبان هلندیش خیلی خوبه از اول اینجا درس خونده بیس درسش خیلی از ما بهتره. زبان انگلیسیش خیلی خوبه گاهن فرانسه میدونه که ماها 3 تا 4 تا زبون میدونن. پس من باید یه چیزی داشته باشم برای رقابت با اون. پس حداقل معدلم باید خوب باشه یا بیس دانش هم مثلا خوب باشه که بتونم برای پوزیشن پی اچ دی مثلا اپلای میکنم بتونم که یه پروپوزال خوب ارائه بدم. من اینجوری بهش نگاه میکنم. شاید یه سری دیگه اینجوری بهش نگاه نکنن. من فکر میکنم این 2 سال اومدم درس بخونم باید بخونم دیگه. و ارشدتون هم 2 سال است. ارشد ما 2 سال است. ارتباط با اساتید چطوره؟ ارتباط با اساتید عالیه. بسیار کیر میکنن بسیار خوبن همه جور. شما حتی یه مشکل روحی داری میگی من مثلا خیلی برای من سخته من نمیدونم چیکار کنم بهتون میگم مثلا اینو بخون اینجوری پیش برو اینجوری پیش برو از هیچ کم نمیکنن. خیلی همدردی میکنن باهاتون. شرایط ایران پیش اومد خیلیاشون به من میل زدن ما میدونیم شرایط ایران اینجوری شده خودت خوبی خانواده خوبم مثلا سیفی رفتی نرفتی. من اصلا انتظار نداشتم از اساتیدم که اینجوری باشن. ولی یه قانونی هست شما تو اون قانون بری
اونا خوبند از جنبه انسانیشون، از جنبه آکادمیک کسی کاری برای شما نمیکنه. یعنی شما وقتی باید مثلا این نمره رو بگیری باید بگیری، کمتر از اون بشه. حتی مثلا شما تو ماستریخت اینجوریه که 5.5 نمره قبولیه، شما 5.4 هم بشی قبول نمیکنن اصلا، باید بشی 5.5 بیس اون نمره رو بگیری. یه جا صحبتتون هم فرمودید که ایرانی نیست. ایرانی تو دانشگاه ماستریخت هست، تو دانشکده ما تو این رشته. من تو این 2 سال ندیدم. 3 سال پیش بود یه خانومی بودن که واقعا خیلی به من کمک میکردم. من اصلا سفیر دانشگاه ماستریخت، امبسادر داره، نمیدونم دانشگاه دیگه تو هلند اینجوری هستن یا نه. یه سری دانشجوها امبسادر میشن و اینستاگرام دانشگاه و مثلا یه سری برنامه‌های تفریحی میذارن، برنامه مثلا چه میدونم الان برای رشته ما به امبسادر دانشگاه اومدن، مثلا نمایشگاه‌های خاص، شرکت‌های خاصی رو پیدا میکنن، قرار میذارن و بچه‌ها میریم اونجا مثلا اونا رو میبینیم. آخر هفته یه مهمونی میگیرن، میگن مثلا ایونت میذارن، میگن بچه‌ها رو دعوت میکنن که بیاین و اینا. امبسادر ایرانی داشت اتفاقا خیلی برای اومدن من به اینجا کمک میکنم. من وقتی مثلا قبل که بیام که چون تو شما ماستریخت شده از اینکه شما پذیرش میگیرید، مدارک تو آپلود میکنید، مصاحبه داره رشته ما اینجوری بود، ما با مصاحبه انجام میدادیم. خیلی برای من که اصلا مصاحبه قرار چجوری پیش بره، چیکار باید بکنید چیکار نکنید، خیلی کمک میکردن. همین رو می‌خواستم بگم، ذهنیتشون حالا شاید خودتون برخوردار هست کردید، ذهنیتشون نسبت به ایرانیان چجوریه؟ اصلا فرقی نمی‌کنه؟ نه هیچ فرقی نداره. شما هر ترمی که هر درسی رو که پاس می‌کنی یه اِوالویشن داریم ما برای اون استاد و برای اون چون اولا که استادا 90% نمی‌تونم بگم 100%، ولی 99%شون هر جلسه می‌پرسن که خوبه، دوست دارین این روش تدریس و دوست دارین ما چیزی اضافه کنیم، فکر می‌کنین اگه چیزی اضافه بشه خوبه، چی رو حذف کنیم بهتره. حالا جدا از این که آخر هر جلسه ما اینو داریم که استادا میپرسن که ما اگه چی کار کنیم این کورس بهتر میشه و جذاب‌تر میشه، و در نهایت ما ایوالویشن داریم که پر میکنه که مثلا تبعیض قائل شدن، شما تبعیض دیدی اصلا تو این مثلا بین بچه‌ها چی کار باید می‌کردیم بهتر بود، این استاد مثلا سطح زبانش خوب بود، کورسایی که درسایی که بهم میداد مرتبط بود، اصلا 1000 تا سوال میپرسن. شما اونجا بعد ناشناس اسم شما که نیست که شما مثلا میتونید بزنید بگید که نه این مثلا تبعیض قائل میشد، نه اصلا شما نمیبینید اینجا که کسی تبعیض قائل بشه یا نه، از هیچ فرقی نداره. بعد اجازه کارم شما دارید؟ بله، شما با عنوان دانشجو اینجا میتونید 16 تا 20 ساعت در هفته کار کنید. حتی شما که ریسرچ بیسید؟ بله. دانشگاه تو این قضیه کمکی میکنه؟ دانشگاه بله، من چون دانشکده، چون من فنلو دانشکده من خودم ماستریخت زندگی میکنم، همیشه میبینم که روی در و دیوار یه پوسترایی میذارن که مثلا فلان آزمایشگاه فلان جا یا فلان رستوران یه نیرو میخواد، خیلی خوبه اگه زبانت مثلا داشتت خوبه، اگه فلانت خوبه مثلا از اینجا چیز کنی. ولی متاسفانه من چون تو فنلو نمیتونم کار کنم، برای من نمیتونه کاری کنه و لوکال، یعنی تو اون منطقه اگه چیزی باشه رو تو در دیوار دانشگاه میبینید شما گاهی میزنن. این 1-2 سال آینده فکر میکنید چطوری بگذره به لحاظ آکادمیک؟ عالی، خیلی. پیش‌بینیتون چیه؟ پیش‌بینیم اینه که وقتی فارغ التحصیل میشم خیلی سطح آموزشی و آکادمیکم بالاتر از اون چیزی بود که تو ایران بود. من تز ارشدم تز بسیار خوبی بود، در حد دکترا بود و استادای من خیلی ازم می‌خواستن تو ایران و می‌خواستن که من همونجا دکترا بخونم. من 3100 تا داده داشتم برای ارشدم که حداقل میتونستم 3 تا مقاله آیسا ازش در بیارم، ولی مثلا این قضیه فکر نمی‌کردم. با اینکه دانشجوی خوبی بودم، تزم خیلی خوب بود، خیلی دنیای آکادمیک در حداقل هلند و ماستریخت فرق میکنه. شما خیلی توانمندتر میشین، واقعا یه ریسرچر میشین، یه کسی میشین که خیلی چیزا بلده و یاد گرفته. خیلی بعد از فارغ التحصیلی هم که 1 سال ویزای جستجوی کار دارید. حالا بیشتر بچه‌ها فکر میکنید خودتون حالا تو صحبتایی که دارید یا به حال اون برنامه‌ریزی که دارید فکر میکنید همین مسیر رو بخواید دکترا ادامه بدید، بچه‌ها بیشتر دکترا رو ادامه میدن یا نه جذب بازار کار میشن؟ ببینیم، من از بچهای ایرانی منظورتونه؟ نه کلا من بچهای هلندی که میپرسم، چون رشته ما رشته که خیلی شما بیرون میتونید کار کنید با شرکت‌ها و کارخونه‌های خیلی زیاد و هلند میدونید که خیلی کارخونه صنعت غذایی معتبر و خوبی خیلی داره. اهمیت میدن. آره، شما میتونید خیلی کارخونه‌ها کار کنید، حقوق خوبی هم میدن، ولی من خودم پیش دوست دارم، مثلا من محیط آکادمیک برام جذابه. منتها ممکنه که چون تو 1 سال شما باید یا پی اچ دی بگیری یا کار بگیری، هر کدوم زودتر برام پیش اومد اول اون کارو بکنم. مثلا ممکنه که
توی کارخونه بتونم کار بگیرم، بعد بخوام اپلای کنم برای پی اچ دی، چون پی اچ دی اینا پذیرشه دیگه. یعنی شما ممکن مثل دانش ارشد نیست که دانشگاه مثلا 40 نفر رو تو سال بگیره. یه پوزیشن باز میشه 1000 نفر از سرتاسر دنیا برای اون پوزیشن اپلای میکنن، شما بین مثلا اون همه آدمی که اپلای کردن باید برنده بشی، برگزیده بشی، مصاحبه داره و خیلی چیزا، شانس رو میاره پایین‌تر. مثلا یکی همزمان با شما از دانشگاه مثلا هاروارد اقدام کرده، میدونین چی میگم؟ هر کدوم شد زودتر، ولی برای من پی اچ دی ایدئالم پی اچ دیه. با این شرایطی که در گذشته داشتید اومدید اینجا درس بخونید، انگیزتون برای درس خوندن بیشتر شد یا کمتر؟ نه خیلی بیشتر. چرا؟ به خاطر اینکه شما اینجا ارزش کاری که میکنی رو میبینی. اینجا وقتی شما درس میکنی، مثلا من رشته ما اینجوری که شما باید هر هفته یه غذای جدیدی رو حتی در حد آکادمیک، یعنی در حدی که فقط تو پیپر باشه، نه اینکه پرکتیکال شما بتونی بیاری تو سند، باید ارائه بدی. و وقتی شما یه کار خوبی میکنی، برق ذوق تو چش استاد میبینی، اینکه چقدر ساپورتت میکنن و اینکه میفهمن شما اگه واقعا دانشجوی خوبی هستی، داری تلاش میکنی، چقدر دستتون میگیرن برای اینکه بهتر بشی. میدونی ارزش کاری که میکنی وقتی که میذارین خیلی دیده میشه. این برای من خیلی لذت بخش و ارزشمنده. و تفاوتش با ایران چیه؟ شاید در حد یه مثال یا 2 مثال. تفاوتش با ایران من نمیتونم بگم. استادای ما تو ایران بد بودن، اونا هم خیلی زحمت کشیدن، خیلی هاشون رتبه برتر کنکور ایران بودن، 1 2 10 میومدن تدریجا، خیلی هاشون مثلا جای دیگه درس. متاسفانه به محیط آکادمیک درس تو ایران بر اساس سیستمی که داریم ارزش و اهمیت قائل نمیشه. این همه دانشجوی تحصیل کرده داریم که نمیتونن کار بگیرن و اون جایی که باید باشن نیستن و این کارو سخت میکنه، انگیزه رو خیلی میپره. من هر چی تلاش کنم در نهایت قرار به جایی نرسم، ولی شما اینجا میدونی که اگه تلاش کنی به یه جایی میرسی، پس تلاش میکنی. خب این چه جوریه این به جایی رسیدن رو از کجا میشه اینجا مطمئن شد؟ این خیلی نکته مهمیه ها. از همین جایی که مثلا الان من استادان به من میگن اگه معدلت مثلا تا این حد داشته باشی، ما خودمون برای دکترا میتونیم بگیریم اگه تو به این فیلد علاقه داشته باشی. این امیدواری رو پس میدن؟ این به همه نه، ولی آره هست. مثلا وقتی بهشون پرسی که من برای من که پی اچ دی میخوام چیکار کنم، اگه مثلا اینترنشیپ تو دانشگاه برداری، درصد معدلت نمرت از این حد بالاتر باشه، احتمال اینکه شما دانشجو پی اچ دی اینجا بشی خیلی بالاست. هیچ وقت هیچ چیزی رو با 100% به شما نمیگن، به هیچ عنوان به شما نمیگن هیچ چیزی رو با 100%، میگن برای این راهش هست. چه جالب. خب من قبل از اینکه بخوام این پادکست رو تموم کنم، میخوام یه قولی ازتون بگیرم در آینده اگر فرصت بشه یه لایو با شما بریم از طریق پیج اینستاگرام اگر شد. آره سعیمو میکنم اگه دخترم بذاره خونه سر صدا نکنه حتما. نه تو دانشگاه، حالا تو محیط دانشگاه یه ماه دیگه، مثلا چند ماه دیگه، هر موقع اوکی بودی. چون میدونم این توضیحات شما، این تجربه شما تو این دانشگاه درس خوندنتون شاید بتونه به خیلیایی که مثل روز اول خودتون شاید یه دیتای کوچیک نیاز داشتن تا اون انگیزه رو بگیرن کمک کننده باشه. بله اگه قول میدن که میان دانشگاه ماستریخت رشته ما میخونن حتما. خیلی عالی. حالا در آخر من دیگه خیلی هم وقتتون رو نگیرم، مرسی از اینکه یهویی هم شد، اصلا این ضبط پادکست برنامه‌ریزی شده نبود، ولی توصیه‌تون کلاً چیه بعد از میگم 1 سال خورده تجربه مهاجرت، حالا بحث آکادمیکش به کنار، ولی یه صحبت آخر بخواید بکنید کلاً چی میگید به کسایی که دارن این پادکست رو گوش میدن؟ زبان بخونید، تلاش کنید، درس رو دوست داشته باشین و صرفا درس برای مهاجرت انتخاب نکنین، چون خیلی کارو سخت میکنه اگه درس رو دوست نداشته باشین، چون فشار درسی زیاده. اونا براشون مهم نیست که شما می‌خواستین از کشور خارج چین که اومدین دانشگاه. شما باید اینجا درس رو یاد بگیرید در نهایت و بتونید درس رو پاس کنید، وگرنه با این هزینه‌هایی که هلند داره منطقی نیست، مگه اینکه هزینه براشون اهمیتی نداشته باشه. بیاین و سطح آموزش رو ببرین بالا، شاید ما بتونیم بعداً کاری کنیم برای ایران. من اینجوری فکر می‌کنم بهش واقعا. چه قشنگ. یعنی اون برگشته باعث بشه یه ترقی ایجاد بشه. بله 100%. خیلی عمولی. مرسی از شما. ممنون از وقتی که گذاشتید. تشکر. حتما مرسی. متشکرم.